آیا تا به حال حس کرده اید که زندگی مانند یک رود خروشان است و شما بر یک چوب خشک سوار شده اید؟ هر لحظه بیم آن را دارید که آب شما را با خود ببرد. خبرهای ناگوار، فشارهای روزمره، نگرانی فردا. گاهی انسان احساس می کند که بر زندگی خود فرمان نمی راند، بلکه زندگی او را می راند. اگر این احساس را دارید، بدانید که تنها نیستید. در سپهر خرد به شما خوش آمد می گوییم. اینجا سرزمین واژه‌های ناب و اندیشه‌های ماندگار است. امروز با هم سفری خواهیم کرد به درون، سفری برای یافتن آرامشی که هیچ طوفانی آن را نخواهد ربود. امروز می‌خواهم 5 کلید باستانی را با شما در میان بگذارم. این 5 اصل گنجینه‌ای از خرد نیاکان ماست که اگر آنها را بیاموزیم و به کار بندیم، اگرچه زندگی دشوار می‌ماند، ولی ما نفوذناپذیر می‌شویم. بسیاری از رنج‌های ما از یک اشتباه سرچشمه می‌گیرد. ما می‌خواهیم بر آنچه از آن ما نیست فرمان برانیم. حرف مردم، رویدادهای جهان، رفتار دیگران، گذشته. اینها قلمرو تو نیستند. قلمرو تو کجاست؟ تنها در این 2 جایگاه است: اندیشه‌هایت و کردارهایت. هر بار که نگران یا آزرده می‌شوی از خود بپرس: آیا این رخداد در قلمرو من است؟ اگر نه، آن را رها کن. رها کردن نشانه بیخیالی نیست، نشانه خردمندی است. هنگامی که بادهای زندگی برخلاف میل تو می‌وزند، 2 راه بیشتر نداری. می‌توانی در برابر آن بایستی و خرد شوی، یا می‌توانی بادبان‌های وجودت را با آن همسو کنی و به پیش رانی. هر مانعی پل است به سوی توانمندی بیشتر. هر شکستی درس است برای پیروزی بزرگتر. زندگی با تو دشمنی ندارد. زندگی تو را می آزماید تا قوی تر شوی. عاشق سرنوشتت باش، حتی اگر امروز دشوار به نظر برسد. اندیشیدن به مرگ اندهوبار نیست، بیدار کننده است. اگر به یاد داشته باشی که زمان تو در این جهان محدود است، دیگر آن را برای خشمهای کوچک و کینه‌های بی‌پایه تلف نخواهی کرد. این یادآوری زندگی تو را پالایش می کند. تنها کارهای ارزنده، تنها روابط راستین و تنها عشق حقیقی در آن جای می گیرند. مرگ به ما نمی گوید بترس، بلکه فریاد می زند زنده باش، اکنون و تماماً. گاهی درگیر یک مشکل چنان می شویم که گویی تمام جهان همان مشکل است. در چنین هنگامه‌ای چشمان از بلندای یک کوه به زندگی خود بنگر، از فراز یک ابر، از ژرفای آسمان. آنگاه خواهی دید که آن دشواری بزرگ در پهنه گسترده هستی تو چه اندازه ناچیز است. این دید بلند آرامش را به تو باز می گرداند. هیچ کس، به راستی هیچ کس نمیتواند به تو آسیب برساند مگر اینکه تو خود دروازه‌های دژ درونت را به روی او بگشایی. ذهن تو آن دژ نفوذناپذیر است. تو فرمانروای آنجایی. میتوانی اجازه دهی هر اندیشه تاریکی داخل شود، یا میتوانی تنها به اندیشه‌های روشن و والا اجازه ورود دهی. آرامش را از جهان بیرون نجو، آن را با نگهبانی از جهان درون به دست آور. این 5 کلید را با خود بردار. این هفته تنها با یکی از آنها زندگی کن و نیروی شگفت آن را ببین. اگر این سخنان جرقه‌ای در دل تو روشن کرد، سپس لایک بزن تا رهگشای دیگران نیز باشد. در بخش دیدگاه‌ها بنویس که کدام کلید برای تو گرانمایه تر بود. گفتار نیک تو برای ما سرمایه است. به امید دیدار در گفتارهای پسین. تا آن زمان استوار و آرام باشید. سپهر خرد، روشنایی اندیشه.